درود دوستان، به هنگس خوش اومدیم. قاتل سریالیای ایرانی در مقابل قاتل سریالیای خارجی در چه حد بیرحمن؟ بیاین بررسی کنیم. چند وقت پیش من به یه پرونده‌ای برخوردم که از خیلی 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 وقت پیش میشناختمش. اسم این پرونده قاتل کودکان پاکدشت بود و این بدترین قاتل سریالی، به جرئت میتونم بگم بدترین قاتل سریالی ایرانه. و میدونید هر قاتل سریالی که با بچه ها سر کار داره اصلا هیچ عذر و بهونه‌ای از طرف من یکی نمیتونه بیاره. کودکی سختی داشتم، نمیدونم مامانم منو میزد، بابام منو میزد، اصلا نمیتونم بپذیرم، واقعا نمیتونم بپذیرم. چون کودکان معصومن، کودکان واقعا هیچ گناهی ندارن تو این دنیا و تو داری اونا رو عذاب میدی. بیاین بررسی کنیم. میخوام اول پرونده قاتل سریالی کودکان پاکدشت رو براتون توضیح بدم و بعدش با هم بیاین مقایسه کنیم. قاتل سریالیایی که من میخوام با بیجه مقایسه کنم جفری دامرن و آندری چکاچیلو. سعید بیجه توی کوره آجرپزی توی پاکدشت زندگی میکرد. معمولاً بچه ها رو به وعده شکلات یا بیا سگ نشون بدن، بیا جوجه ها از تخم در اومدن، یا طول سگه داره بزرگ میشه، چه بدونم گربه بچه کرده بیا شیر خوردنش رو ببین، بچه رو گول میزده میبرده پشت اون کوره آجرپزی، یا خفشون میکرده یا بهشون تجاوز میکرده و میگفته که اگه صداتون در بیاد من میدونم با شما، من میکشمتون و از اینجور قبیل حرفا. بچه رو میترسونده، بهش تعرض میکرده و بعدش میکشتتش. مشکل اصلی توی پرونده بیجه اینه که خب جدای از این که خب پاکدشت یه منطقه خیلی خیلی دور افتاده بوده اون موقع و مثل الان نبوده، جدای از این که یک ابهامی توی پرونده بیجه هست که یک همدست هم داشته اما بهش پرداخته نشده. چون یک جایی توی پرونده هست که 2 نفر رو همزمان، 2 تا پسر بچه رو همزمان بهشون تجاوز میکنه و به قتل میرسونتشون. این یه جوری عجیبه، چون تو یه نفر رو نمیتونی اونجوری شاید و باید کنترل کنی، چجوری تو 2 تا پسر بچه رو این کار رو باشون کردی؟ و اینجا یه سوالی پیش میاد که یک رفیقی داشته بیجه، امکان داره که اون هم همدست باشه اما ثابت نشده توی دادگاه. به هر حال بیجه همچنان داشته این کارو میکرده و یک سری از قربانیان بیجه مسافر بودن، مهمان بودن، یعنی اومده بودن یک اقوامی رو ببینن و خب بچه تو ماشین بوده و بیجه میاد از پنجره ماشین سرشو میاره تو و میگه که میخوای ببینی طول سگا رو که تازه به دنیا اومدن؟ و خب اونا هم بچه بودن، باور میکردن و بیجه زندگیشون ازشون میگرفته. بیجه هرس درارترین آدمیه که میتونید تو زندگیتون ببینید، جدی دارم میگم. بیجه هیچ وقت احساس پشیمونی نمیکنه، اصلا نمیفهمه دور و برش چه اتفاقی داره میفته، اصلا براش مهم نیست. یه بار انقدر بهش شک کرده بودن، یعنی آخرین باری که یه پسر بچه زنده دیده شده بود دم کوره بیجه بود. بعد پلیس میاد پیگیری میکنه، میاد و جسد با پلیسا فقط 10 قدم فاصله داشته و بیجه داشته عشق میکرده، میگفته من میدونستم جسد اونجاه، من قایمش کردم. بعد 10 قدم با هم فاصله داشتن ولی نفهمیدن. این آدم واقعا سوسیوپته، سایکوپته، اختلال شخصیتی داره، ضد اجتماعیه. میدونم مریضه، اوکی، ولی دلیل نمیشه که توی این دور و زمونه هر کی هر غلطی بکنه بعد دکترها بیان بگن که آره این فلان بیماریو داشته. نمیشه دیگه، اینقدر بهونه نیارید. بیاین از بچگیاش شروع کنیم. بیجه خانواده معمولی و سطح پایینی داشته، یعنی فقیر بودن، اما هم برادر داشته هم پدر مادر داشته، یعنی سقف داشتن، غذا داشتن، لباس داشتن، جا داشتن. میدونید اونجوری اون خلأ و احساس نکرده. بعد بیجه اصلا چیزی احساس نمیکنه کلا. ولی بیجه یه حرف خیلی مهمی توی بازجوییاش میزنه، میگه من خانواده داشتم ولی انگار نبود، انگار خانواده‌ای نبود. بابام براش مهم نبود من هستم یا نه.
و بیژه مامانش رو زود از دست میده. به هر حال از همه اینا بگذریم، بهونه میشه آورد که من کودکی سختی داشتم که این اتفاق برام افتاده، ولی میدونید این اتفاق واقعا خیلی فاجعه است، اینقدر فاجعه است که نمیشه سرپوش روش گذاشت. به هر حال بیژه با تمام این کمبودها، تمام نداشتن محبت و طلب کردن محبت بزرگ میشه و این بلا رو سر بچه‌های مردم میاره. یه باگ هایی توی پرونده بیژه هست که نمیدونم جا داره که بگم یا نه. پلیس ها توی پرونده بیژه نه که خب یه بافت شهری خیلی فقیر بودن، خیلی ناتوان بودن، به خاطر همین پلیس زیاد اهمیتی نمیداد به گم شدن بچه ها و نمیگم نگشت، گشت، ولی اینجوری که شاهین در همین هم خب دقیقا اینجوری دنبال بچه ها میگشته و بعد که مردم جمع میشن و نامه میزنن به نماز جمعه که جون مادرت یه کاری بکن، بچه هامون دارن نیست میشن، تازه تکون میدن خودشون. آره. یک چیز دیگه هم هست که خیلی رو مخ منه. بعد که بیژه دستگیر شد و اعدام شد در ملأ عام، دوباره همون آش و همون کاسه بود. بچه هاشونو میفرستادن وسط کوچه تا عنفوان شب و تا پاسی از شب اینا تو کوچه و خیابون باهاش بازی میکردن، خوش میگذروندن بچه ها. و یک خبرنگاری بعد این داستان میره به خانواده ها میگه مگه بیژه تازه دستگیر نشده، مگه تازه اعدام نشده؟ بعد خانواده ها میگن چرا شده؟ و میگه خب بچه‌هاتون تو خیابون چیکار میکنن تو 9 شبه؟ و اونا میگن که خب مگه اعدام نشده؟ دیگه امنه. نه خواهر من، نه زن مومن، نه مرد مومن، حواستون به بچه هاتون باشه. آدمای مریض، آدمای روانی انقدر زیادن، اصلا نگاه نمیکنن که بچه شما مثلا شما منتظر بچه‌تونی یا نه. پرونده هایی داشتیم طرف دم در بوده، بچه دم در بوده، داشته میرفته توی خونه، مامانه دیده بچه رو از پنجره که داره میاد خونه، ولی بچه نیست شده. ما با همچین آدمایی سر و کار داریم. یا مثلا همسایه روبرویی بچه رو کرده بوده، کشته بوده، کرده بوده زیر تختش. ما این همچین آدم‌هایی تو این مملکت داریم. تو این مملکت نه، تو کره زمین ما این همه جمعیت داریم که یه مش روانی و دیوانن. و شما فکر می‌کنید با اعدام کردن بیژه دیگه تموم شده؟ نه، تازه شروع شد، تازه بدتر میشه، روز به روز داره بدتر میشه. روز به روز یه سری داستانا ما داریم میشنویم قشنگ کورکوپرامون میریزه، بعد تو انتظار داری که دیگه بیژه رو اعدام کردن تموم شه. نه نه، سر اصل ویدیو میخوام بیژه رو با چیکاچیلو و دامر مقایسه کنم. کودکیاشون که هم یعنی ستاشون تو فقر گذشته و اون تروماتایز شدن و اون فشاری که به یه بچه نباید وارد بشه وارد شده بهشون. این از این. و من خیلی دارم پافشاری میکنم روی این موضوع. مشکلات کودکی بله درسته در بزرگسالی اثر میذاره رو خلق و خو، روی تصمیمات، روی انتخاب ها، اما آدم از عقل برخورداره، از اون درایت و اون تصمیم گیری برخورداره که میدونید تو میتونی راه درست رو بری، تو میتونی خودت رو درمان کنی و این بهونه خوبی نیست که زندگی بدی داشتی، بچگی بدی داشتی، بیای زخم بزنی. و یک جمله خیلی معروف هست که میگه که کسی که زخم خورده زخم میزنه و این رو داریم به چشم میبینیم. کسی که قربانی بوده تبدیل به آزارگر میشه، کسی که مشکل براش پیش اومده ایجاد مشکل میکنه، دقیقا همون شرایط ولی با یه جایگاه متفاوت. چیکاچیلو خب توی روسیه بود و این داستان پلیسی که بهتون گفتم که کلا میدونید براش مهم نبود، اولا فکر میکرد خب بچه‌ن گم میشن و خب تو پاکتش این همه بچه گم میشن تو روز، شدن توی کانال آب افتاده و همه اینها، توی روسیه هم اتفاق میافتاد و خب میدونم توی بازه زمانی درستی انتخابشون نکردم، ولی تعرض و اینکه خب پسر بچه ها رو یکم توی محور قرار داده بودن خیلی برام جالب بود و چیکاچیلو واقعا ضد اجتماعی بود و از اون موقعیتی که توشه مثل بیژه اصلا نمیتونه سر در بیاره که چه اتفاقی داره میفته و دقیقا درست و غلط الان چیه. و دامر، من از این بشر به شدت متنفرم. من از همه‌شون متنفرم ولی لول بندی داره. دامر تاپ 5، واقعا دامر تاپ 5 توی اون لیستی که من تو مغزم دارم. واقعا آدم نچسب و روانی و دیوانه ایه و حالا تفاوتی که دارم با هم، حالا
توی این 3 نفر دامر کلا گیر جنسی داشته. یعنی اینجوری بوده که سویچش گیر کرده بوده روی اون لذت و اون شکنجه و اون ترسی که به قربانیش میداده و دامر اولین قتلش رو خیلی اتفاقی انجام داده. یعنی اون خشم یهو به قول معروف بلک اوت کرده بوده و نمیفهمیده چیکار میکنه، با ماش میزنه دنده های طرفو خورد میکنه. اون انحرافات جنسی، اون لذتی که از ترسوندن، از اینکه کنترلگر باشن توی هر سهشون هست. اما همونجور که گفتم دامر کلا فوکوسش روی اون روابط جنسی و اون لذت جنسی بوده. خاک بر سر. و حالا چیکاچیلو و بیجه اینجوری بودن که چون اون کنترل بوده اینا لذت داشتن. بیجه اگه برید اون اتاق بازجوییشو ببینید اصلا متوجه میشید انگار داره مثلا درباره روزمرگیاش حرف میزنه. مثلا امروز چیکار کردی سعید؟ آره یه پسر بچه رو دیدم با خانواده‌اش اومده بود، رفتم بهش گفتم که میخوای بریم سگمو نشونت بدم؟ اونم گفت آره منم بردمش، بهش تجاوز کردم، خفش کردم، بعد انداختمش تو کوره، سوخت. داداش یه ذره مجموع چیکاچیلو، دامر و بیجه از کنترلگری، از اون شکنجه‌ای که به قربانیانشون از نظر روانی میدادن و اون حس کنترلی که من زندگی تو رو تو دستم دارم باعث لذتشون میشده، باعث میشده اون شور و شعف تویشون جرقه بزنه. با یک تفاوت که دامر از این دوتا اوضاعش خیلی خرابتره. یعنی چیکاچیلو و بیجه اگر یک کوچولو مثلا چیکاچیلو رو دارم میگم الان، اگر روسیه توی اون دوران پلیسا یه ذره پیگیریشون بیشتر بود، چون حتی شاهد داشتن یه پسر 16 ساله میره پلیس راهانو میگیره، میگه یه مرد میخواسته منو خفه کنه و پلیس چیکار کنه خوبه؟ نه جدی چیکار کنه خوبه؟ یقشو میگیره میگه بوی گند سیگار میدی، میبرمت الان ایستگاه، مثل سگ میزنمت، زنگ میزنم به خانواده‌ات بیان جمعت کنن زیر سن قانونی. اوکی اون قاتله داره منو میکشه اصلا اهمیت نداره، من سیگار کشیدم. بیایم برگردیم ایران. بیجه واقعا اگر از همون اول پیگیری سفت و سخت میکردن شاید میتونستن قربانیاشو خیلی کم کنن، یعنی حتی برسونن به 2 تا 3 تا، ولی اصلا این اتفاق نیفتاد. اما دامر تفاوتشون با این دوتا چیه؟ دامر خب یه ذره نکروفیلیا بود، یعنی گرایش به جسدم داشت و نمیدونیم آدم کنیبال بوده یا نبوده، هم نوخوار بوده یا نبوده، این قشنگ مشخص نیست. ولی تفاوت فاحششون توی اینه که اون شرایط محیطی که پیش اومده باعث شده قربانیان بیجه و چیکاچیلو بالا بره. دامر فقط به خاطر خوششانسیش نتونستن گیرش بندازن. البته خوششانسی هم نبوده، واقعا پلیسای 70 چیزی نداشتن برای ارائه. یعنی میدونی نه دی ان ای بوده، نه اون شرایطی بوده که الان هست، نه سی سی تی وی بوده، نه رکورد گوشی بوده، نه لوکیشن بوده، هیچی نبوده. و اینکه بعضیا میگن نه قاتلا باهوشن، نه قاتلا باهوش نیستن، اونا هم یک آدم‌هایی هستن مثل ما، ولی نه با عقل و روح سالم، روح بیمار، مغز بیمار و یک مشت سموم توشون میپرورونن که بگن آره ما چون بچگی بدی داشتیم الان باید آدم بکشیم تا آروم بشیم. ما نمیتونیم خودمون رو کنترل کنیم. نظر شما چیه؟ به نظرتون تروماها و اتفاقاتی که تو کودکی میفته مثل ضربه خوردن توی سر یا اتفاقات وحشتناکی که برای یکی ممکنه بیفته توی کودکی، کتک خوردن یا اون خشن بودن پدر مادر یا اون معن کردن، همه اینا باعث میشه که همچین هیولاهایی وارد زندگی بشن، وارد اجتماع بشن که واقعا حتی از این که توی خونتی هم بترسی، از این که توی این جامعه هستی بترسی. به نظر من نه، آدما واقعا حق انتخاب دارن. تو میتونی خودتو درست کنی، تو میتونی کمک بگیری، اصلا کمک هم نگیری. آدما سرسری نباید از خیلی چیزا رد بشن. نظر شما چیه؟ من هیچی نمیدونم. مراقب خودتون باشید.